سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. این اولین ویدیو من در چنل یوتیوب هستش FF شاد. و اینکه دوستان قبل از هر چی که بریم سراغ ویدیو، دوستان لایک و ساب فراموش نشه، زنگوله برشن فعال کنید که کلی ویدیو جدید و خفن میذارم. دوستان این اولین ویدیو منه و اینکه اومدیم اولین ویدیو با رونمایی اکانت، اینکه چرا اومدیم داخل یوتیوب و در مورد اینجور مسائل. اینکه دوستان هر ویدیو ما کاستوم داریم. حالا باید اون صحبت می‌کنم بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اول از پروفایل شروع میکنم که لول اکانت 49. این بویا پساشه که من کلی اکانت داشتم، ولی دوستان خب اون موقع که تبر اومد، یعنی بعضی تبر میکردن آنلاینی بود و اینا 1076 تا لایک دارم. اگه کلی اکانت تبر شده ازم، حالا قشنگ و مفصل بهتون توضیح میدم. حالا بریم سراغ لباسا. 24 تا دوستان، 24 تا ست سر همیه. حالا نمیدونم این آپدیت جدید فری اومده، اینا رو آورده تو، اینا باعث شده که ما مثلا این رو ست داشته باشیم اگه بخوایم بزنیم سرم. 42 تا کلاه داریم یا به اصطلاح مو داریم. اینو دارم بهتون نشون میدم دیگه، خودتون اگه خواستین استاپ کنید ببینید. ولی خب دوستان این اکانت هم خب به نظر من واسه خودم ارزش داره، چون من این اکانت خودمه، اکانت اصلی من هستش. و اینکه تبر شدم و اینا زیاد بازی نکردم. واقعیتش من از 2020 میشه دارم بازی میکنم. 2020 دارم 2019 دارم بازی میکنم این بازی رو. کلی اکانت از دست دادم، از اکانت های اولی که اصلا هیچی نداشتم. حالا بگذاریم دوستان، همونطور که می‌بینید 15 تام عینک و اینجور چیزا داریم، 10 تام ماسک داریم، 59 تام لباس داریم. والا که خودتون میبینین دیگه. حالا به هر حال ببینید هر چی که خواستین استوب کنین. 39 تا شلوار، 44 تا هم کفش داریم. و به هر حال اینکه اکانتایی که وصل می‌کردم، یا اول اینکه بازی کردم مثلا نمی‌گفتم اکانت جدید باید وصل کنم به جیمیل، اصلا بلد نبودم، اکانتی که داشتم میپرید. بعد حالا بیاد گرفتیم وصل کنیم، چیز میشد، تبر میکردن، طرف میگفت بده، منم قسم میخورم، منم بهش میدادم، آقا منم سادلو بودیم و اینا دیگه چی نمیدونستیم بهش دادیم. ولی خب از این بعد دیگه حالا دارم روی این اکانت باز میکنیم. بالا به خاطر بعضی از موقعات امتحان، درس، مشق، کاری برام پیش اومد نمیتونستیم بریم خیلی پلی بدیم، ولی الان اومدیم که پلی بدیم. حالا اگه نبودیم ویدیو میذارم براتون حتما. و اینکه دوستان حتما حمایت کنین. 23 تا بک پک داریم، 14 تا جت داریم، 20 تا لوت باکس داریم. و اینکه آره دیگه، حالا 14 تا چت رو، 20 تا لوت باکس، اینم 19 تا جت پک، یعنی همچین چیزی اسمشون دقیق نمیدونم. به هر حال اینا هم که داریم میبینین دیگه، اینا مال قدیمن و اینا. این صدا رو من نفهمم اینا به چه دردی میخوره، ولی خب اینجا 5 تا از این ماشینا داریم. خودتون ببینید. حالا من یه خورده باهاتون صحبت کنم. و اینکه دوستان لطفاً حمایت کنین، چون ما اگه خورده حمایت از طرف شما ببینیم، کلی قرعه کشی جم قرار بذاریم، کلی بویا پسی که به شما بدیم. درسته اکانت خودمون چیز خاصی نداره، و اینکه شما هم حمایت کنین همه چی برای شما میگیریم و میذاریم. و اینکه پس لطفاً حمایت کنین، لایک کنین. همین که دوستان یه دونه لایک کنید، یه دونه کامنت انرژی مثبت بذارین، خودش برای من خودش اینو انرژی، یعنی شاید یه دقیقه هم وقت شما رو نگیری یه دونه کامنت گذاشتن و لایک کردن. تازه اگه هم ساب کنین که چه بهتر. و اینکه اگه با چنل ما یه خورده بیاد بالاتر، استریم میذاریم براتون، میریم کاستوم، هر کی خواست میاد کاستوم و اینا. حالا اینا هم دوستان، اینا این آواتاراشه، اینم بنره، 43 تا آواتار، 57 تا بنر داریم که حالا هیچ کدومشون خوب نیست، اما بنراشون. اینم کارت هاست، نمیدونم چیه، آدرز یعنی بقیه، نمیدونم، حالا همچین چیزی. خودتون دیگه دارین میبینین. حالا فکر نکنم زیاد اکانت خوبی به نظر شما باشه، ولی خب همین اکانت هم واسه خود من ارزش داره. بعد اینجا میریم سراغ گانا هم بهتون نشون بدم. حالا الان دارم میریم سراغ گانا.
دوستان اگه تا اینجا ویدیو لایک نکردین حتما لایک کنید که به من خیلی انرژی میدین. اینکه لطفا حتما زنگوله برشم فعال کنید. این از انفورش، حالا یه انفور طبیعت داره و اینا، حالا انفور طبیعت به نظرم بهتره. اگه 47ش مال بویاپس، اسکارش هم مال یه مورد سیزنی بود که رایگان میدادش. گرازش هم خب به نظرم بد نیست و حالا فاموسش هم اینا ببینید همه چیز رایگان بوده، ولی بجز انفور طبیعتش و اگه 47ش ما میریم سراغ اینا اسویدش که هیچی بود، پکرش هم هیچی. ها خصوصا اکانت زیاد خوبی نیست. اینا M60ش هم مال اینکوباتور، گردون اینکوباتور خوبه. UMPش هم مال بویاپسه. MP5ش هم نمیدونم اینا چطوری گرفتم، ولی این قیمتا مال یه جای رایگان بود. MP4ش لولیه، لول 3 هستش. خب این قضیهش طولانیه، آره برای توضیح میدم. P90ش هم آره اینم که رایگان بود. این هم که فاموس هم که نه، تامسون هم که نداریم. حالا خب اینم M10 مال ماجیک کیوب بود، شاتگانش هم رایگان اومد یه سیزن. اینم از اسنایپ، اونم مال بویاپس بود فکر کنم. آره اینم که نمیدونم، اینم فکر کنم مال بویاپس بود یا همچین چیزی، نمیدونم. اینا مال بویاپس بوده. اینکه اینا هم الان دارم میبینم میذارم. حالا بریم سراغ اینو که پیچی نداریم. اینا هم که مال گردونه بود. این اولیه کاتاناش هم که تو از کاتانای خوبشه. حالا من اینو خوشم از این آبیه میاد. آتشیه خیلی قدیمیه، یعنی خیلی خوبه. اینکه نایفش هم حالا 2 بویاپس دارم. اسکیموش ندارم. اینکه 10 نید، 7 اسکین یخ که به نظر من این 2 آخری همین جوکر اون سیاه خیلی بهترن از همشون. 2 هم مال بویاپسه. به هر حال خب دوستان این بود از این ویدیو و اینکه اینم از گانهاش. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما لایک و ساب فراموش نشه. حالا بریم بخش اسکین آدمامون هم ببینیم، حالا بهتون نشون بدیم. اینم از لامات. ببین خیلی اسکین آدم کم دارم، مثلا زیاد ندارم. به نظر من اصلیشو دارم برای پلی دیگه. اینم از پتاست که هیچ چیز خاصی ندارم، میدونم ایناست. و یک امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، صبحم فراموش نشه. زنگوله بغلش هم بزنید. دوستان از این به بعد کلی ویدیو قراره بذاریم، اینکه هر روزی یک در میون براتون ویدیو میذاریم. یه روز ویدیو بلند، فردا شورت، دور پس فرداش هم ویدیو بلند و همینطوری براتون ویدیو میذاریم. حتما لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.